سلام دوست عزیزم، خوش اومدی به روز 4، به روز مراقبه مشاهده احساسات. امروز قراره یه لایه عمیق‌تر بریم، جایی که بیشترمون عادت کردیم ازش فرار کنیم. احساساتمون. دیروز مراقبه مشاهده افکار رو داشتیم و تونستیم افکار رو بدون تحلیل و جنگیدن باهاش مشاهده کنیم. امروز هم قراره احساساتمون رو مشاهده کنیم. ازت میخوام که یه جای آروم بشینی و بدنت رو کامل ریلکس کنی و رها باشی. با چند نفس عمیق شروع میکنیم. دم، بازدم، دم، بازدم، دم، بازدم عمیق. ازت میخوام که چشمات رو ببندی و همه حواست به خودت باشه، فقط خودت. همینطور که حواست به خودته، احساسی که داری رو حس کن. چه احساسی داری؟ ممکنه سنگینی باشه، فشار باشه، گرفتگی باشه، یا حتی هیچ حسی نداشته باشی، یا برعکس احساس آرامش. هرچی هست درسته. تو فقط این احساس رو درک کن و مشاهده کن. اگه احساس ناخوشایندی اومد، لازم نیست عوضش کنی. سعی نکن که حالت رو خوب کنی، حست رو خوب کنی. تو باید یاد بگیری این حس حتی ناخوشایند رو هم مشاهده کنی. دنبال دلیلش نگرد، فقط ببین.
احساسات هم مثل موجن، میان اوج میگیرن و اگه باهاشون نجنگی آروم رد میشن و میرن. مثل همون افکار که دیروز تمرینش کردیم. احساسات رو هم مشاهده کن و بذار موج احساساتت بگذره و بره، هر حسی که داری. همینطور که داری احساست رو درک میکنی و مشاهده میکنی، هر فکری هم اومد به ذهنت اون رو هم مشاهده کن. باهاش نجنگ و سعی نکن از خودت دور کنی. فکر رو هم مشاهده کن. لازم نیست سعی کنی احساست رو خوب کنی یا افکار رو از خودت دور کنی. هر چی که هست، هر فکری که هست، هر حسی که داری، فقط همون رو قبول کن، بپذیر و اون رو مشاهده کن. مشاهده احساس یعنی فرار نکردن، یعنی جنگ نکردن، یعنی اجازه دادن به اینکه قبولش کنیم. و این کار به شکل خیلی عجیبی آروم کننده است.
خوابیده بودی آروم چشمات رو باز کن و به حالت عادی برگرد. امیدوارم تجربه خوبی داشته باشی، ولی تو این مسیر تجربه هر کسی متفاوته. بعضیا افکارشون خیلی شلوغه، احساساتشون خیلی سنگینه، بعضیا هم برعکس. هر کسی متفاوته. اگه فکرت خیلی زیاد بود، اگه ذهنت خیلی شلوغ بود، دلیل بر این نیست که مراقبه تو بد بوده یا بی نتیجه بوده. نه، تو فقط باید این افکار و احساسات رو مشاهده می‌کردی که امیدوارم تونسته باشی انجامش بدی. اگه هم نتونستی اشکال نداره، بارها و بارها برگرد و تمرین کن. دوست دارم از تجربت از این مراقبه بیشتر بدونم. تو کامنت ها هر چیزی رو که تجربه کردی برام بنویس. خدا نگهدار تا فردا.